درود دوستان، حالتون چطوره؟ امروز هم یه ویدیو جدید براتون آماده کردم در مورد ابزار هوش مصنوعی یا سایت سورا. ببینید دوستان، اولا من در ابتدای ویدیو من خدمتتون عرض کنم که ویدیوی قبلیمو یکی دو تا از کاربرها یا کسایی که ویدیو رو مشاهده میکردن پیام دادن به من که چرا ویدیو انقدر طولانیه. باور کنید من اصلا دوستم خودم هم معتقدم که ویدیو باید کوتاه باشه، حد اکثر 1 رو 20 دقیقه یا کمتر. ولی وقتی وارد به اصطلاح مبحث آموزشش میشم، یهویی بعضی از مطالب هستش که احساس میکنم اونا رو باید بگم، چون نکاتی هستن که مهمن. برای همین یواش یواش گفتن تمام اون نکات باعث میشن که ویدیو طولانی بشن. من الان تمام سعی خودم میکنم که این ویدیو رو تا نهایتا 15 دقیقه دیگه تمومش بکنم. عذرخواهی میکنم دیگه، یواش یواش سعی میکنم تمام ایبی رو. شما هم اگه احساس میکنید جایی نقصی هستش، انتقادی چیزی دارید، حتما به من اعلام میکنید تا توی ساختن ویدیوی بعدی رعایتشون کنم، جوری که شما اذیت نشید خدا نکرده. خب این سایت سورا هوش مصنوعی معروفی هستش، خیلی ها راجبش شنیدن، ولی امروز من میخوام خیلی خلاصه بهتون بگم که این قسمتی از اوپن ای آی یا چت جی بی تی هست. شما وارد چت جی بی تی میشین، همون سایت چت جی بی تی معروف chatgpt.com، و با اکانت خودتون، با گوگل اکانت خودتون لاگین میشین و از اینجا شما میتونید سایت سورا رو باز کنید، یا میتونید من اینجا واسهتون می نویسم دقیقا آدرس این سایت رو اینجا و توی کپشن هم میذارم تا مستقیما بتونید وارد این سایت بشید. ببینید این سایت هم اگر اغراق نشه کرد کاملا شبیه سایت ایدئوگرامه که من اینجا لینک ویدیوشو میذارم که قبلا ساختمش، میتونید ببینید. چرا اینو میگم؟ چون الان من تو قسمت اکسپلورش هستم. این سمت راست سورا قسمت مختلفی داره که یکی از قسمت مهمش اکسپلوره. تو قسمت اکسپلور هم که میبینید کسایی که قبلا عکس ببخشید یا فیلمی ساختند توی همین هوش مصنوعی، اینجا پابلیک شده به صورت عمومی، همه قابلیت اینو دارن که ببینن اونو و لایک کنن، یا اسخای میکنم، یا حتی اگر مثلا عکس یا فیلم مورد پسندشون بود، خیلی خوششون اومد یا خواستن ازش استفاده بکنن، به عنوان مثال الان بذارید این عکس رو من روش کلیک میکنم، واردش که بشید اینجا علاوه بر این که مشخصه سازنده و ایناشو مینویسه اون بالا، تعداد لایک ها رو هم مینویسه، اینجا شما کامنت یا پرامپت این عکس ساخته شده رو روش کلیک که بکنید کاملش رو اینجا میتونید ببینید. این عکس دست ابعاد 2:3 ساخته شده و کامنتی که منجر به ساختن این عکس شده اینه: سورئال از کلمه سورئال استفاده کرده و کامل توضیحاتش رو اینجا نوشته. شما میتونید کامل این رو کپی کنید و داخل مترجم گوگل بذارید تا ببینید دقیقا چی نوشته، درک کنید که مطلبی که نوشته چی بوده و جزئیاتی که به کار برده چی بوده که منجر به نهایتا این عکس شده. شما میتونید این کامنت رو کپی کنید با همین ابعاد و اینا، نهایتا ببرید و یه سری تغییرات درش بدید و به سبک خودتون عکس رو بسازید. خب از این مبحث عبور میکنیم، برمیگردیم به محیط اصلی برنامه. اینجا اکسپلور بود دیگه، خودتون میدونید چجوری میتونید ازش استفاده کنید. از عکسایی که هست هم میتونید استفاده کنید، از الهام بگیرید. حتی مثلا از این حالت خوشتون میاد چیکار میکنید؟ یه چیز شبیه این میسازید. یا اگر حتی میخواید کامنتش استفاده کنید، روش کلیک میکنید و از پرامپتش استفاده میکنید و به سبک خودتون حتی میتونید تغییر بدید تا عکس منحصر به فرد شما، متعلق به شما تولید بشه. اگه خوشتون اومد میتونید لایک کنید عکس طرف رو. و خب
مشخصا برای ساختن ایمیج اینجا و برای ساختن ویدیو به اینجا مراجعه میکنیم و عکسایی که لایک کردیم من در نهایت تمام عکسایی که لایک کردیم خوشتون اومد اینجا همه ثبت میشه. میتونید وارد این قسمت بشید تا بتونید عکس مورد علاقتون رو ببینید. ما وارد قسمت ایمیج میشین. من میخوام تو ویدیو رو حفظ کنم اون عددی که گفتم، سریعا میرسم به اینجا. ببینید قسمت ایمیج هم همون اکسپلور رو دوباره بهمون داره نمایش میده. با فرق این که اینجا شما میتونید دیگه توضیحات برای ساخت ایمیج رو اینجا وارد کنید و در نهایت ارسال کنید یا عکستون اینجا ساخته بشه. یه گزینه اینجا داره که سایز عکس 2:3، 1:1 و 3:2 رو با همون ابعادی که میبینید اینجا میتونید انتخاب کنید. فرقش با ایدئوگرام و برنامه دیگه اینه که تعداد ابعادی که اینجا عکس تولید میکنه تنوعش کمه. همین 3 تا مدل و تو برنامه دیگه دیدیم که مدل بیشتری داره. اینجا هم وریشن برای تعداد عکس هایی که میخواین با پرامپتتون ساخته بشه. اینجا به صورت پیش‌فرض 1 دونه است، میتونید تبدیل به 2 یا 4 بکنید که همون لحظه که میخواد عکس تولید کنه از تعداد عکسایی که میسازه ممکنه چند تاش مثلا با ایدتون همخوانی نداشته باشه و دیگه وقتتون تلف نشه، بلافاصله عکس بعدی رو انتخاب بکنید. دیگه اینجا شما از قسمت اضافه کردن میتونید عکس از سیستم خودتون آپلود کنید، یه عکسی از سیستمتون آپلود کنید و اینجا توضیح بدید که مثلا من میخوام عکس مثلا شبیه همین عکسی که واسه فرستادم بشه منتها با این تغییرات و فلان و فلان. خب این قابلیت هم داره. قسمت ویدیو هم که من میرم باز واسهتون توضیحاتشو میگم، بعد میم سراغ یکی دو تا مثال. تو قسمت ویدیو هم همونجوری که میبینید ویدیوهای 10 ثانیه‌ای اینجا ساخته شده توسط دیگران. حالا اینترنتمون اگه جواب بده اینم لود بشن. همونجوری که مشاهده میکنید کیفیت مطلوب، کیفیت خوبی. من چند تا عکس دیده بودم تو قسمت ایمیج، چون هر بار میزنید عکس تغییر میکنه دیگه. من دیده بودم فوق العاده بود واقعا. بعضی از عکس‌ها جزئیاتش دیوانه‌وار، خیلی خیلی جزئیات دقیقی داشت. اینجا هم که دارید میبینید چقدر کیفیت ها بعضا خوبه. ایده ها رو میبینید، ایده هایی که دیگران توضیحاتش رو دادن و ویدیوهاشون رو تحویل گرفتن. بعضا نقص میتونید ببینید، مثلا بالای دوتایی این دلفین حالا نقصایی هستش که وجود داره، یا اینجا که خب مثلا نقصی نداره. شما میتونید ببینید که مثلا این کیفیت ویدیوها تو همین نمونه های ساخته شده توسط دیگران انا تعداد انگشتای این خانم ها اوکیه، دستاشون طبیعی داره حرکت میکنه. ما دیده بودیم توی ویدیوهایی که توسط هوش مصنوعی دیگه ساخته میشن تعداد انگشتا اضافه است، حرکت‌های دست یهویی مثلا یه جوری تغییر میکنه که قشنگ قابل تشخیصه که هوش مصنوعی هستش و اینا. اینجا من کمتر باگ میبینم، کیفیت ها خوبه، قابل قبوله. سورا هم بالاخره هوش مصنوعی معروفیه، من چیز جدیدی نیست که الان من بخوام معرفیش بکنم. اینو من فقط دارم محیط برنامه رو واسهتون تشریح میکنم تا بتونید راحت تر باش کار بکنید. خب اینم به همین شکله. شما میتونید از همینجا آپلود کنید ویدئوی مد نظرتون رو، یا اصلا عکس اینجا آپلود کنید، عکس بندازید اینجا و یا عکس یا یه ویدئو مثلا اینجا آپلود کنید. در نهایت توضیح بدید و اجازه بدید که برنامه با الهام از اون عکس یا فیلم و توضیحاتی که میدید یک چیز جدید بهتون تحویل بده. خب قسمت مهم این برنامه رو من بهتون گفتم. چیزایی که پاک کردین هم میره اینجا، چیزایی که آپلود کردین هم میره اینجا، چیزایی که مورد علاقتون لایک کردین اینجا قرار میگیره، چیزایی که تولید کردید و در نهایت همه رو اینجا میتونید بهش دسترسی داشته باشید تا این دسته‌بندی ها بهتون کمک کنه که سریع‌تر به قسمت‌های مختلفی که این برنامه داره سویچ کنید. جای دیگه هم نداره که یه گزینه مهم دیگه هم اینجا داره. شما مثلا فرض مثال شما میتونید کلمه مثلا من میخوام اژدها رو دراگون
اژدها رو سرچ کنم، میام اژدها رو سرچ میکنم، این از بین تمام چیزایی که دیگران ساختن میاد تمام چیزای مرتبط با کلمه اژدها رو واسه هم اینجا تو سرچ میاره و اینجا من سریعتر میتونم یک کلمه مشخصی رو سرچ کنم. من یه لحظه استاپ میزنم همه این ویدیو لود بشه. خب لود شدن. ببینید الان اینجا تمام عکس، اینجا چند تا، اینجا فیلم عکس چند تا فیلم و عکس و اینا هرچی مربوط به دراگون هستش رو همه رو آورده. همونجوری که میبینید اینجا فیلم ها خیلی کیفیت کافی نداره، همه مصنوعی و چرخش ها هم الکی و خلاصه اینکه فیلم من الان مرور کردم، اینو دارم واسهتون توضیح میدم، پر از باگ، پر از اشکالات. ببینید بالا با هم دیگه برخورد میکنه. اینجا اجدا مثلا داره آتیش میزنه، آتیش من از کجاش در میاد اینا. خلاصه چیز اصلا قشنگی درست نکرده. اینجا الان مانوس داره چیکار میکنه. تو عکس‌ها نه، عکس‌ها خوب در میاد ولی ویدیوهایی که تولید میکنه همه پر از اشکالات و اینا، باگ و مثلا این چقدر براق، این شبیه پلاستیکه و این الان مثلا داره مانوس داره چیکار میکنه، اینم اصلا چه کاریه، هیچیش طبیعی نیستش. یا این اصلا انگار اجرایی که اصلا پرواز کردن برای نیست، رد شد یه آتیشی خورد زمین. خواستم بهتون بگم که باگ زیاد داره و البته اینم مختص این برنامه سورا فقط نیست لزوما. من کلا در مورد اژدها چیز خوب و سالمی ندیدم که هیچ هوش مصنوعی بتونه تولید کنه. خب شاید هم فعلا هوش مصنوعی تو این زمینه ضعیفه به خاطر اینکه اژدها یه چیز اسطوره‌ایه و تو دنیای واقعی کمتر مثالی براش وجود داره که هوش مصنوعی بتونه اونا رو یادگیری کنه و بتونه نتیجه درستری بهمون بده. ولی توی گزینه‌های دیگه، تو موردهای دیگه بد عمل نکرده. الان مثلا شما حرکت پای این، حالا اینجا یه باگایی میبینم، البته اینجا میبینم ولی خب بدون باگ نمیشه. ویدیو کلا بدون باگ نمیشه. کمتر ویدئویی میتونیم پیدا کنیم که کاملا بی‌نقص هستن. جزئیات خیلی خوبه، مثلا این کیفیت برگا اینا خیلی خوبه، اندام این خانم خیلی خوبه، ولی در مجموع همونجوری که گفتم بدون باگ که اصلا نمیشه. انقدر با تمرین کنید، انقدر نمونه بسازید تا در نهایت بتونید یه نمونه بی‌نقص بتونید تولید کنید، ازش استفاده بکنید. حالا ما دو تا مثال میزنیم، یکی در مورد ایمیج و ایمیج هم سعی میکنید تبدیل به ویدیوش بکنید. برای اینکه وقت تلف نشه من یک پرامپت آماده رو میارم تو قسمت ایمیج، اینجا پیست میکنم، یا اصلا بذارید پرامپت آماده هم نگیرم، بذارید مثلا همین رو بگیرم تغییرش بدم. مثلا این پرامپت اینو کپی میکنم توی گوگل ترنسلیت میذارم. این داره ترجمهشو مینویسه دیگه، زن جوان با موهای بلند و فلان فلان، اینو دیگه خودتون بخونید. من اینو یه کوچولو تغییرش میدم. خب جاشون عوض میکنیم، این قسمت فارسی از این ور میاد این ور، من اینجا بتونم تغییرات اعمال کنم. ببینید اینجا اسم نویسندشه، یعنی اون کسی که این عکس رو تولید کرده. یعنی ما اینجا همیشه با این شروع میشه که اول نویسنده اینجا قرار میگیره، اول به اصطلاح پرامپت و بعد کامنتش میاد. ما این قسمت رو میتونیم مثلا حذفش بکنیم. توضیح اینه که زن جوانی با موهای بلند قهوه‌ای پا برهنه لباس ساحلی کوتاه، اینا من یه سری چیزا بهش اضافه میکنم. مثلا می‌نویسیم هنگام آفتاب ظهر، اینجا نمیشه غروب ما میکنیم مثل ظهر، یا مثلا سبک رنگ‌های زنده سبک سینمایی رو هم کلا حذفش میکنم، مینویسم سبک کارتونی، چون ما هم یه تغییری بدن دیگه لزوما. حالا اینو نوشتم و حالا همین کفایت میکنه. اینو من کپی میکنم میندازم اینجا تو قسمت اینجا کلیک میکنم تو قسمت ایمیج، این رو پیست میکنم و اینجا میندازم 2 تا عکس به این تحویل بده. خب نه، مثل اینکه 2 تا عکس نمیده. آره این محدودیت داره برای ورژن رایگانش، همون یه دونه عکسه. من اینو ارسال میکنم. اینجا میگه یه
یه اسم برای این عکست بذار، میگم CR1 فارسی CR1 کریتو میزنیم، منتظر میمونیم تا خب دوستان عکس تولید شد. حالا چه ربطی به اون داره؟ اصلا شاید اصلا هیچ ربطی نداشته باشه. کارتونیه دیگه، ازش خواستم کارتونی دیگه، توضیحات اضافی نمیشم کارتون به چه شکلی، به چه سبکی، به چه نمیدونم جزئیاتی، من فقط نوشتم کارتونی همین. و ظهر آفتاب، به اصطلاح آفتاب ظهر و اینا، همین این با یه لباس سفید کوتاه و اینا همچین چیزی رو تولید کرد. حالا شبیه این نشد به خاطر اینکه خب این سینماتیکه دیگه. خواستم بهتون بگم که خب یه چیزی رو تولید کرد دیگه. حالا من چون 15 دقیقه شد ویدیو، من نمیخوام بیش از این طولانی بشه، یه نمونه ویدئویی هم تولید میکنم. یا دوستان ببینید مثلا همین عکس اون خانومه رو، اینو مثلا ذخیره میکنم، همین رو میخوام تبدیلش کنم به ویدیو. میام تو قسمت ویدیو و اینجا از قسمت آپلود فرام دیوایس میام عکسی که ذخیره کردم و انتخاب میکنم، اینجا عکس آپلود میشه و حالا اینجا میتونم توضیحاتی مربوط به چیزی که میخوام این عکس متحرک بشه، تبدیل به ویدیو بشه رو اینجا من مینویسم. خب ببینید این کامنت رو من میخوام، مثلا خانم حاضر در عکس به صورت آهسته روی ساحل قدم میزند، باد ملایم دامن و موهایش رو به آرامی تکان میدهد و این خانم لبخند زیبایی میزند و سرش رو به آسمان میچرخاند. یه همچین چیزی رو به عنوان مثال من اینجا آماده کردم و میام اینجا زیر این عکس می‌نویسم و ریمیکس رو میزنم تا این عکس و این کامنت برم برای ساخته شدن. خب یه 3 دقیقه طول کشید، فیلممون آماده شد. اینجا بهمون نمایش داره میده، کلیک میکنیم روش تا بهمون نشون بده چی ساخته. خب بذاریم قشنگ لود بشه. ظاهرا یه اشتباهی شده اینجا، من عکس رو انتخاب کردم، این عکس بهم دادش. بذاریم من فیلم رو بزنم، برمیگردیم اینجا ببینم ادیت داره اصلا. این ادیت ریمیکس ایمیج رو بکنیم ویدیو 5 ثانیه‌ای، کیفیت 480 و اینا. خیلی خوب، حالا دوباره این رو بفرستیم. ای بابا میگه که شما اشتراک فعال ندارید، لطفا برای ساختن ویدیو باید اشتراک رو بخرید دیگه. متاسفانه اینجا فقط ظاهرا عکس میتونید تولید کنید، ویدیو با اشتراک پولی فقط امکان پذیره. ولی ساخت اشتراک، بعد از اینکه اشتراک پولی گرفتین اگه نیاز داشتین به این کار، ساخت ویدیو به این شکل، شما عکس رو اینجا آپلود میکنید، توضیحاتتون رو اینجا مینویسید و در نهایت 5 ثانیه‌ای داره، 10 ثانیه تا حتی 20 ثانیه هم داره، ولی همشون توی پلن‌های پولی هستن. شما برای ساختن این ویدیوها مجبورید پلن پولیشو بگید که پلن پولیاش هم ظاهرا اینجا خوش داره میگه شما 3 تا عکس در روز میتونید مثلا بسازید و هر چیزی که توی چت جی بی تی مجانی هستش اینجا میتونید بگیرید و بسازید و تو قسمت پولیش که $20 در ماه هستش میتونید عکس و فیلم هم جنریت کنید تا 720 هم رزولوشنش رو میتونید بالا ببرید تا 10 ثانیه. ظاهرا این یکی از 10 ثانیه تا 20 ثانیه فکر کنم داره که دیگه $200 در ماهه. خب کم پولی هم نیستش. خب ما حداقل میتونیم توی پلن فری یا مجانی، حالا برگرد به اون عکس قبلی، میتونیم حالا عکسامون حداقل اینجا مدیریت کنیم، عکس بسازیم تو اکسپلور، هر چی که میبینیم و تغییر بدیم با یه مقدار دستکاری پرامپتشون. ایدایی که مثلا مد نظرمونه، مثلا اینجا فقط می‌نویسیم گرلز. خب یه سرچ گرلز میکنیم، هرچی عکس داره مربوط به خانوم ها هستش رو میاره با هر تیپ و استایل و به اصطلاح چیزی که مربوط به دخترها هستش، از وکتور گرفته تا عکسای این شکلی یا شاید هم عکسای رئال، سورئال یا سینماتیک حتی. خب همین شکلی بریم پایین تا انتها، همینجوری عکسای مختلفی رو مثلا اون نمایش میده، عکس یا حتی فیلم مربوط به دخترها. شما میتونید هر تغییری روی این عکس ها و فیلم ها اعمال کنید با تغییر پرامپت یا
کامنت هایی که منجر به ساخته شدن این عکس ها شدن. خب من برای اینکه ویدیو دیگه بیشتر از این طول نشه، قرار شد 15 دقیقه بشه، الان شدش 20 دقیقه، من بیش از این دیگه توضیح نمیدم، چیز دیگه هم نداره دیگه، بقیهش مربوط به خلاقیت و ابتکار خودتونه. هر چیزی که تو عکس میبینید رو به هر شکلی دوست دارید تغییر بدید تا عکس مختص به خودتون میگه. کیفیت ها بد نیست، طبیعی بودنش هم عالیه، خیلی خوبه. ببینید ترکیبی از طبیعت و غیر طبیعی بودن عکس. خوبه، کیفیت ها خوبه، خیلی خوبه، قابل قبوله و میتونید ازش استفاده کنید. و از برنامه دیگه ای که عکس رو تبدیل به ویدیو میکنن، شما این عکس رو بدین و با توضیحاتتون تبدیلشون کنید به ویدیو. ممنونم از شما که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار.